سلام، چطورین برای بچهای گل؟ خیلی خوش اومدید به کانال دریم تونز. خیلی مخلصیم. امیدوارم جیبتون پرپول و دلتون شاد و لبتون هم خندون باشه. توی ویدیوهای قبلی زدیم تو کار لایو اکشن های جدید دیزنی و دریم ورکس و دیدیم که آقا اینو دارن اشتباه میزنن. یه ور سفید برفی رو داریم که انقدر داستان عوض کردن که دیگه اون سفید برفی قدیمی نیست و یه ور دیگه هم چگونه اجرای خود رو تربیت کنیم و داریم که انگار کارگردان گفته کنترل سی و کنترل وی. این کپی برابر اصل از انیمیشن که خب باید بگم دمتون گرم، ولی ما اینو قبلا دیدیم. خلاصه که انگار هنوز قلق کار دستشون نیومده، ولی ما امروز اینجا نیستیم که فقط قور بزنیم. امروز میخوایم 5 تا انیمیشن رو بهتون معرفی کنیم که به نظر ما اگه یه کارگردان کاربلد و یه تیم خفن بیان سراغشون میتونن تبدیل به لایو اکشن های خیلی خوب بشن. انیمیشن هایی که دنیاشون، داستانشون و کاراکتراشون پتانسیل بالایی داره. پس اگه پای این یه نفس عمیق بکشین و با ما بیایید که میخوایم بریم تو دل این 5 تا انیمیشن خفن. خب بریم سراغ اولین گزینه که یه انیمیشن آندرریتد به اسم آتلانتیس، امپراتوری گم شده است. خدای این یکی اصلا بهش نمیخوره مال دیزنی باشه، چون خبری از پرنسس بازی و آواز خوندن نیست. داستان یه بچه مثبت عینکی به اسم مایلوه که کل زندگیش دنبال شهر گم شده آتلانتیس و با یه تیم ناجور ولی باحال راهی اعماق اقیانوس میشه. فضا استیمپانک، داستان اکشن و پر رمز و راز و پتانسیل بصریش برای یه فیلم لایو اکشن دیوونه کننده است. فقط اون زیردریایی غول‌پیکر یا خود شهر آتلانتیس با اون معماری خفنش رو با سی جی امروز تصور بکنید. البته نباید گم بزنن و مثل سفید برفی بیان داستان اصلی رو شخم بزنن. بزرگی آتلانتیس به همون حس ماجراجویی کلاسیکشه. از دنیای زیر آب و زبان باستانی آتلانتیس که بگذریم، میرسیم به یه ترکیب سمی دیگه، دزدای دریایی و فضا. بله، داریم در مورد سیاره گنج حرف میزنیم، یکی دیگه از جواهرات فراموش شده دیزنی. این انیمیشن یه اقتباس فضایی از جزیره گنج بود که متاسفانه موقع اکران کسی تحویلش نگرفت، ولی ایده ترکیب کشتی‌های بادبانی قرن 18 با موتور جت و دزدای دریایی سایبورگ یه چیزیه که جون میده برای پرده بزرگ سینما. قلب تپنده داستان رابطه پدر پسری بین جیم هاپکینز و یه سایبورگ بزرگ به اسم جان سیلوره که اگه 2 تا بازیگر با شیمی خیلی مناسب بازیش کنن میتونه کل سالن سینما رو احساساتی کنه. اینجا دیگه جای اشتباه توی انتخاب بازیگر نیست، مثل سریال د لاست آف اس. مهمتر از جلوه‌های ویژه خفنی مثل پرواز با کشتی RLS همین رابطه است که گفتم. جالبه بدونید اون زمان برای ساخت انیمیشن از یه تکنولوژی به اسم دیپ کانواز استفاده کردن که باعث میشد حرکت دوربین توی صحنه‌های اکشن خیلی نرم و طبیعی به نظر بیاد. یه لایو اکشن میتونه با الهام از همین حس یه دنیای بصری منحصر به فرد خلق کنه. حالا این همه اکشن و فضا و تکنولوژی رو بذاریم کنار و بریم سراغ یه داستان خیلی دلی و احساسی، خرس برادر. داستان پسری به اسم کینای که از روی انتقام یه خرس رو میکشه و برای تنبیه خودش تبدیل به خرس میشه تا دنیا رو از چشم اون حیوان ببینه. پیام فیلم در مورد همدلی و احترام به طبیعتی که امروز از هر زمان دیگه‌ای واجب تره. مناظر طبیعی بکر و شفق قطبی فیلمم که خوراک فیلمبرداریه. اما چالش اصلی اینجاست که حیوانات CGI رو باید طوری بسازن که مثل لایو اکشن شیرشاه پوکر فیس و بیروح نباشن. باید بتونیم احساسات رو توی چهرهشون ببینیم و البته آهنگای فوق‌العاده فیل کالینز هم نباید حذف بشن، چون روح فیلم به اونا وابسته است. این درس انسانیت و دیدن دنیا از چشم یکی دیگه آدمو یاد یه رفاقت فراموش نشدنی دیگه میندازه. رفاقت بین یه پسر بچه و یه ربات غول‌پیکر توی فیلم غول آهنی. این انیمیشن یه شاهکار به تمام معناست که داستانش در اوج جنگ سرد میگذره و یه پیام ضد جنگ قدرتمند داره. این فیلم میگه تو همونی هستی که انتخاب میکنی باشی. با سازی فضای نوستالژیک دهه 50 آمریکا و خود شخصیت غول آهنی که یه ماشین جنگی با قلب یه بچه است، میتونه یه تجربه سینمایی بی‌نظیر باشه. فقط نباید این داستان ظریف و احساسی رو تبدیل به یه فیلم اکشن و بزن و تو خالی بکنن. قلب فیلم باید رفاقت پسر و غوله باقی بمونه. داستان ساخت این فیلم هم به اندازه خودش تکون دهنده است. کارگردان این انیمیشن یعنی برادلی برد بعد از یه تراژدی شخصی و با این ایده که اگه یه تفنگ روح داشت و نمیخواست تفنگ باشه چی میشد، این شاهکار رو ساخته. و از این رفاقت عمیق بین انسان و ماشین چه چیزی بهتر از این که برسیم به یه داستان عاشقانه بین 2 تا ماشین. بله، داریم از سلطان حرف میزنیم.
وال-ای. شاهکاری که نیم ساعت اولش کلا دیالوگ نداره ولی یه سیلی محکم به بشریت میزنه در مورد مصرف‌گرایی و نابودی محیط زیست. به تصویر کشیدن زمین پر از آشغال و اون سفینه فضایی که آدم‌ها توش به یه سری سیب زمینی تبدیل شدن به صورت لایو اکشن هم میتونه زیبا و هم به شدت ترسناک باشه. بزرگترین ریسک اینه که قیافه معصوم و دوست داشتنی وال-ای رو خراب کنن و مهمتر از اون به اون نیم ساعت اول صامت فیلم دست نزنن. اون سکوت اولیه شناسنامه فیلم. خب بچه‌ها، اینم از ویدیو امروز. 5 تا انیمیشن که هر کدوم به یه دلیلی حقشونه که لایو اکشن درست حسابی ازشون ساخته بشه. البته به شرطی که با احترام و عقل سلیم این کارو بکنن. حالا نوبت شماست. شما چی میگین؟ کدوم یکی از اینا رو بیشتر پای این که لایو اکشن بشن؟ یا اصلا شاید یه انیمیشن دیگه تو ذهنتونه که ما نگفتیم؟ توی کامنت ها حتما برامون بنویسید. نظراتتون خیلی برامون مهمه. اگه با این ویدیو حال کردید، اون لایک خوشگلرم بکوبید و حتما کانال دریم تونز رو هم سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. دم همتون گرم تا یه ویدیوی دیگه و یه دوره همیه دیگه. بدرود.